بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند روزهای اخیر در حق بعض از اهل علم در وسایل اجتماعی بعض سخنها میگویند یا به اصطلاح خودمون از بعض داملاها بعضی چیزها را جوانها طلب میکنند یا در حق آنها بعضی سخنها میگویند یا اینکه از آنها یک موقف طلب میکنند بر قضیه های معین. واقعا در شریعت اسلامی یک اصطلاح هست، اصطلاح علماء السلطان یا اینکه علماء البلاط میگویند، عالمای سلطان یا اینکه عالمان دانشمندان قصر میگویند. بیایید امروز موافق احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق آنها چی گفتند بیان کنیم و تا آخر نوار همراه ما باشید. در آخر یک قصه خیلی عبرتناک انشاءالله برایتان نقل میکنیم. خب واقعا آن جوانها از یک جهت حق دارند، چنانکه که از جعفر صادق رضی الله عنهم اجمعین روایت شده است، میگویند که الفقهاء امناء الرسل فاذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا الى السلاطین فاتهموهم. جعفر صادق چی گفتند؟ گفتند که فقها، دانشمندان، یعنی به اصطلاح امروزه داملاهای امروزه امناء الرسل، امین پیامبرا هستند. پیامبرا آنها را امین گذاشتند بالای این امت، یعنی بر دوش دانشمندان و داملاهای امروزه امانت گذاشته رفتند. پیامبرا باید که آنها حقیقت را بیان کنند و امت و جوانان امت از آنها منتظر سخن حق و یک موقف بسیار مستحکم منتظر هستند. واقعا در دوام سخنشان میگویند که جعفر صادق فاذا رأیتم الفقهاء، اگر شما دیدید که یک فقیه را، یک دانشمند و داملا را دیدید که قد رکنوا الی السلاطین، به کجا روی آوردند؟ به سلطان روی آورد، به صاحب منصب روی آورد، فاتهموهم، یعنی آنها را اتهام کنید، یعنی به ایمان آن، به علم او انسان دیگر در شبهه می افتد. سبحان الله. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند که ایاکم و ابواب السلطان فانه قد اصبح صعبا هبوطا. پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا دانشمندان را پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاهی داده. چی گفتند؟ ایاکم و ابواب السلطان، شما از در سلطان، از در قصر برحذر باشه، از آن چقدر میتوانید دوری جویه، زیرا اینکه آن منزل برای شما منزل بسیار وزنین است. هبوطا در اینجا به معنای منزلگاه، قرارگاه، شما را به خواری و به ذلت میبرند. برای چی؟ برای اینکه انسان، چنانکه که در حدیث دیگر، در حدیث صحیح دیگر آمده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من اتی ابواب السلطان افتتن. کسی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که کسی به در سلطان می آید، به قصر نزدیکی میکند، به صاحبان منصب نزدیکی میکند، افتتن، به فتنه گرفتار میشود. به فتنه گرفتار میشود. وقتی به فتنه گرفتار میشود چی میشود؟ به خواری و زاری و ذلت گرفتار میشود. نه آبروی این دنیا را کسب کرده میتواند نعوذ بالله، و نه در نزد الله در آخرت منزلت و مکانت خود را از دست میدهد. حفظ کرده نمیتواند در نزد الله منزلت و مکانت و آن امانتی که از طرف پیامبرا داده شده است، آن را نعوذ بالله خیانت میکند. و واقعا وقتی عالم و دانشمند و داملا در نزد صاحب منصب سخن حق را میگوید و حقیقت را بیان میکند، منزلت او خیلی بلند است. چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند افضل الجهاد کلمت عدل، یا در روایت دیگر کلمت حق عند سلطان جائر. بهترین و افضلترین جهاد چی است؟ سخن حق را گفتن در نزد یک پادشاه ظالم.
سخن حق را بیان کردند. و چنانه که در اول نوار گفتیم، در آخر یک قصه بسیار عبرت بخش، قصه عجیبه میگوییم. بیاید اون قصه را نقل کنیم. این قصه واقعا رخ دادگی نیست. این قصه برای عبرت نوشته شده است، ایجاد شده است. این قصه میگویند که روز به نزد خروس میبیویند و میگویند که خروس چنانه که ما و شما میدونیم سحر صبحگاه وقتی بامداد مردم را به نماز بامداد بیدار میکند، فریاد میزند، جیغ میزند و خروس را میگویند از این صبح تو دیگر جیغ نمیزنی و مردم را برای نماز بیدار نمیکنی. خروس میگوید من خروس هستم، وظیفه من چی است؟ وظیفه من بیدار کردن مردم برای نماز است. چگونه من این وظیفه ام را ترک میکنم؟ میگویند که اگر تو این صبح خیستی و مردم را بیدار کردی و صدا بلند کردی، تو را به قتل میرسونیم، میکشیم. خروس فکر میکند، میگوید خیر، جانم را حفظ میکنم و دیگر از فریاد زدن، از جیغ زدن باز میماند. دیگر هر صبح میشود، وقتی بامداد میدراید و خروسی ما چیکار نمیکند، صدا بلند نمیکند و روزها میگذرد. میبیند و میگویند سبحان الله، میگویند خروس از پگاه تو چیکار میکنی؟ تخم میکنی. سبحان الله. خروس میگه آخر من خروس هستم؟ من مرغ نیستم که من تخم کنم؟ میگن اگر تو از پگاه دیگر تخم نکردی تو رو به قتل میرسونه. میگوید ای وای بر حال من، ای کاش در اول من امر این را رد میکردم. وقتی من در اول کشته میشدم شهید میمردم، اما وقتی الان اگر خواه نخواه خروس تخم کرده نمیتواند، مرغ کو نیست. میگوید اکنون وقتی من میمیرم دیگر من حرام میمورم. خوب از قصه بفکرم، مقصد قصه را فهمیدید. الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که همیشه ما را به حق، به راه حق استوار گرداند و بیان کردن سخن حق را و گفتن حقیقت را الله حق سبحانه و تعالی تا روز قیامت، تا آن دمی که در ما حیات است و در ما روح است و جان است و خون در رگهای ما جاری می شود، الله حق سبحانه و تعالی ما را استوار بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.